سلام و درود به همه عاشقای ریاضی. امیدوارم که هر جا این سرزمین خاکی هستید حال دلتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به حل یک سوال متفاوت و نسبتاً دشوار از مبحث شیرین هندسه. اگر به حل سوالات چالشی و زیبا از مبحث ریاضیات علاقه دارید، حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو راجع به حل این سوالا برامون کامنت کنید. بریم سراغ حل سوال. سوال داره میگه دایری به شعاع رادیکال 2 داخل یک چهارم دایری به شعاع نامشخص محاط شده. با توجه به ابعاد مشخص شده و ظاهر شکل، شما مساحت قسمت رنگی رو برای من به دست بیار. خب بچه دقت کنید، قسمت رنگی اصلا قسمت مشخص و شکل راحتی نیست که من بخوام مساحتش رو مستقیم به دست بیارم. پس میام چیکار میکنم؟ میگم بیایم مساحت این یک چهارم دایره رو به دست بیاریم، بعد از تو دلش مساحت این دایره بزرگه و این دوتا قسمت کوچیک رو کم کنیم. خب سوالی که به وجود میاد، من چطوری مساحت این دوتا قسمت کوچیک رو به دست بیارم؟ اگر دقت کنید، مساحت این قسمت رنگی دقیقاً با این مساحت این بر کاملا یکسانه. چرا؟ به خاطر تقارن شکل. پس اگر من مساحت این قسمت رنگی رو S در نظر بگیرم، مساحت این سمتم دقیقاً میشه S. کدوم سمت؟ این قسمتی که برای شما هاشور میزنمش. حالا مساحت این تیک کوچیکرم من S1 در نظر میگیرم. میگم خب اگر من بیام از این نقطه به مرکز دایره وصل کنم و همچنین از این نقطه هم به مرکز دایره وصل کنم، این دوتا قسمت آبی رنگ دقیقا شعاعهای دایره هستن. بنابراین اینم برابر میشه با رادیکال 2. و از اونجایی که این دوتا خط بر هم دیگه عمود هستن، پس دوتا ضلع مجاور از یک چهار ضلعی با هم دیگه برابرن. بنابراین نتیجه میگیرم که این چهار ضلعی یک مربع است به اندازه رادیکال 2. پس من میتونم بگم مساحت این در واقع مربع ما، یعنی اس مربع، مساوی میشه با رادیکال 2 به توان 2 که میشه 2. حالا برای اینکه S1 رو پیدا کنم، میام مساحت این یک چهارم دایره رم مشخص میکنم. دقت کنید، مساحت این یک چهارم دایره، میگم S به عنوان مثال S2 مساوی میشه با مساحت یک دایره به شعاع رادیکال 2 یعنی PR2. چون یک چهارم دایره است تقسیم بر 4 میکنم. بنابراین رادیکال 2 به توان 2 میشه 2. 2 با 4 ساده میشه پی دوم، میشه مساحت S2. حالا برای اینکه S1 رو به دست بیارم، کافیه که از داخل مربع این S2 رو بردارم. بنابراین S1 میشه مقدار 2 منهای S2 که هست پی دوم. پس من خیلی قشنگ مساحت این قسمت رو تونستم به دست بیارم. حالا میگم خب حالا پیدا کردن شعاع این دایره هم یه ذره برای من ممکنه دردسر ایجاد کنه. چیکار میکنم؟ از این مرکز دایره یا گوشه مربع به گوشه مربع دیگه وصل میکنم و اینا ادامه میدم تا به نقطه تماس یا نقطه مماس دوتا دایره به هم برسه. خب اگر من دقت کنم، این قسمت دقیقاً شعاع دایره یعنی رادیکال 2 و این قسمت دقیقاً میشه قطر مربع. پس اندازه قطر مربع به توان 2 طبق قضیه فیثاغورس میشه رادیکال 2 به توان 2 به علاوه رادیکال 2 به توان 2. یعنی من اومدم قضیه فیثاغورس رو توی این مثلث ایجاد کردم. بنابراین رادیکال 2 به توان 2 میشه 2، رادیکال 2 به توان 2 میشه 2، 2 به علاوه 2 میشه 4. پس مقدار قطر به دست میاد جذر 4 یا 2. پس اندازه شعاع دایره بزرگه یا یک چهارم دایره میشه این فاصله که دقیقاً مجموع رادیکال 2 و
قطر مربع است، یعنی رادیکال 2 به علاوه 2. لذا مساحت دایره بزرگه اس 1/4 دایره به راحتی قابل محاسبه است که میشه پی آر به توان 2، چون 1/4 دایره از تقسیم بر 4 میکنیم، بنابراین میشه پی رادیکال 2 به علاوه 2 به توان 2 تقسیم بر 4. خب میتونم که مقدار اینو حساب کنم یا مقدار اینم همین صورت بذارم اینجا بمونه. مسئله به صورت کامل حل شد. دقت کنید اگر من از داخل اس 1/4 دایره بیام دایره‌ای به شعاع رادیکال 2 مساحتش رو کم کنم، اس رادیکال 2، و همچنین مقدار اس یکم از داخلش کم کنم، دقیقاً 2 تا اس برای من باقی میمونه. لذا اس 1/4 دایره که میشه پی در رادیکال 2 به علاوه 2 به توان 2 تقسیم بر 4 منهای مساحت دایری به شعاع رادیکال 2 که میشه پی آر 2، یعنی پی در رادیکال 2 به توان 2 منهای مساحت S1 که هست 2 منهای پی دوم، یعنی 2 منهای پی دوم. خب بریم با هم دیگه این عدد رو حساب کنیم. رادیکال 2 به توان 2 میشه 2، 2 به توان 2 میشه 4، 4 با 2 میشه 6، بنابراین میشه پی چهارم در 6 به علاوه 2 برابر اولی در دوم که میشه 4 تا رادیکال 2 منهای رادیکال 2 به توان 2 میشه 2، بنابراین 2 پی منهای 2 مثبت پی دوم منفی پخش خواهد شد. خب 4 با 6 ساده میشه 3 دوم، میشه 3 دوم پی، 4 با 4 میپره میشه رادیکال 2 پی منهای 2 پی منهای 2 مثبت پی دوم. خب 3 دوم پی منهای پی دوم میشه منفی پی دوم با مثبت پی دوم با هم دیگه میپره و در نهایت مساحت قسمت رنگی میشه رادیکال 2 پی منهای 2. یه سوال زیبا و قشنگ از مبحث هندسه. امیدوارم که از دیدن حل این سوال نهایت لذت رو برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این سوال برام کامنت کنید و خیلی خوشحال میشم که کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.